سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند باشید. خوش آمدید به اولین ویدیو از چینل یوتیوب من جلیل رفیع. همانطوری که در عنوان ویدیو دیدید، امروز میخواهم به دو سوال مهم پاسخ بدهم. اول، چرا چینل یوتیوب ساختم؟ دوم، آیا در افغانستان میشود از یوتیوب درآمد داشت؟ در قسمت سوال اول، ببینید دوستان عزیز، واقعیت این است که امروز دنیا به سرعت به سمت دیجیتال شدن در حرکت است. خیلی از کارها، تجارتها و حتی مهارتها دیگر به شکل سنتی نیستند، بلکه به شکل آنلاین و دیجیتالی انجام می شود و هزاران نفر در سراسر جهان از همین راه کسب درآمد می کنند. حالا در کشور مثل افغانستان که فرصت‌های کاری حضوری محدود است و برای همه فراهم نیست، به نظر من بهترین گزینه این است که انسان به سمت کسب و کارهای آنلاین حرکت کند. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که چینل یوتیوب بسازم. اما نکته مهم، من این کار رو فقط برای تفریح یا سرگرمی شروع نکردیم که فقط بیایم اینجا تفریح نماییم یا سرگرمی داشته باشم، بلکه هدف من این است که مهارت‌های جدید یاد بگیرم، استعدادهای خود را رشد بدهم، با آدم‌های بیشتری آشنا شوم و تجربه‌های جدید کسب نمایم و در کنار همه اینها یک مسیر واقعی برای آینده خود بسازم. خب، سوال دوم، این که آیا در افغانستان می شود از یوتیوب درآمد داشت؟ این سوال است که شاید ذهن خیلی شماها را مشغول کرده باشد، اما بر اساس تحقیق و تجربه‌ای که از دوستان و افراد فعال در یوتیوب گرفتم، می توان گفت که در حال حاضر درآمد مستقیم از یوتیوب در داخل افغانستان با محدودیت‌های روبرو است. یعنی غیر ممکن نیست، ولی یک سری محدودیت‌هایی دارد. اما این به این معنا نیست که این کار کاملا غیر ممکن باشد. راه‌های وجود دارد. مثلا اگر شما یک دوست، فامیل یا آشنا در خارج از کشور داشته باشید، می توانید از طریق آنها حساب درآمدی خود را فعال کنید. پس می توان گفت که این کار در داخل افغانستان غیر ممکن نیست. می توان از این راه کسب درآمد داشت. خب، در پایان دوستان عزیز، من این مسیر را با کمترین امکانات شروع کرده ام. نه کمره حرفه‌ای دارم، نه میکروفون خاص و نه تجهیزات پیشرفته. فقط با یک موبایل ساده شروع کرده ام. اما باور دارم که شروع مهمتر از کامل بودن است. نیاز نیست که آدم برای شروع یک کار حتما کامل باشد، بلکه در مسیر راه هست که انسان کامل می شود و از امکانات لازم برخوردار می شود و از دانش لازم برخوردار می شود. فقط در مسیر راه هست که آدم باید دانش خود را تقویت کنه و مهارت‌های خود را تقویت کنه. از شما خواهشی که شما دوستان عزیز دارم این است که اگر در این زمینه تجربه‌ای دارید یا نکته‌ای می‌دانید که می‌تواند به من و دیگران کمک کنند، حتما در کامنت ها با ما شریک بسازید و اگر از این ویدیو خوشتان آمد لایک کنید، چینل را سابسکرایب کنید و با دوستانتان شریک بسازید. حمایت شما برای من خیلی ارزشمند است. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.